سلام علیکم اکای دوملا، یک شناس پول میپرسد ولی یک یا دو روزه بعد 2 ماه پس التماسش میکنی بعد پس میگرداند. اگر گوییم که ندارم همین خیل آدم را گناهکار میشویم. التماس جواب گردانه. اکنون برادر عزیز، در این حالت یک حیله شرعی است که مثلا بعض انسان های هستن که یعنی گنده قرض میگن اونها را، پول میگیرن و یعنی قفا گرداندن یا که قفا پول گرفتن دشوار و مشکل میشود. آخر به خفگی دوست دست اما پولش میدی، آخر با این تو جداگی میشود، خفگی میشود. این انسان ها را یک حیله شرعی هست. وقتی که آمد مثلا و سوی او وقتی گفته که من پول ندارم، شما یعنی همین جیبک های خود را در نظر داشته باشه، یعنی میلک دارندگی تونه نه. وقتی پرسید که یعنی برای من پول قرض بده، خیلی میگوی پول ندارم و مثلا در فکر قصد دیل در جیبکات در نظر میگیری. در اون حالت اگر به شرطی که در جیبکات پول نباشه، مثلا در دلت قصد میکنی من در جیبکام پول ندارم، و خاطری که وای خفه نشه از اینکه وای پولش میتی و آخر بینتون خفگی میشه و جداگی میشه، از ایده ندادنش یعنی بهتر است با اون انسانی که گنده قرض باشه. اما اگر شرایط خوب باشه، دارندگی خوب باشه، و اگر براش دیگه مشکلیش حل کنه، چقدر ثواب کلان داره. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که یک سوم صدقه 10 ثواب داره، یک سوم قرض 18 ثواب داره. یعنی قرض دادن ثوابش زیادتر است. اما با انسان را که آخر یعنی بین تو خفگی نشه برادر عزیز.